دوستان سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. در این ویدیو میخوام در مورد بیت کوین و آیندهش صحبت بکنم. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. دوستان، برای اینکه این تحلیل رو بهتر متوجه بشید لازمه که من چند تا مقدمه بگم، پس حوصله کنید و این مقدمات رو گوش کنید که خیلی خیلی مهمه. اولینش اینه که روشی که من تحلیل میکنم روش مبتنی بر ساختاره، روی بازه‌های بلند مدت خیلی خیلی بهتر جواب میده. در این روش ما اصلا به سطوح کار نداریم و به هیچ سطحی کار نداریم، ما ساختار رو دنبال میکنیم و به دنبال این هستیم که ساختار رفتار بازار رو بشناسیم و بر اساس اون آینده قیمت رو حتی تا 10 سال آینده پیش بینی بکنیم. نکته دوم اینه که من از سال 2022 تقریبا 3 سال پیش یه ساختاری رو برای حرکت بیت کوین شناسایی کردم که این ساختار رو ما بهش میگیم ساختار مثلث و این تحلیل هایی هست که روی سایت تریدینگ ویو منتشر کردم در اون دوره و ساختار حرکت بیت کوین رو از این سقفی که سال 2021 ساخت یک ساختار مثلث در نظر گرفته بودم و لیبل گذاری هم کردم که بیت کوین بر طبق این ساختار احتمالاً حرکت بکنه. این اولین تحلیل بر این ساختاره و بعد تحلیل های بعدی هم که ارائه شد این هاست که این موج سی ما طبق همون ساختار قبلی ساخته شد و بعد یک موج دی ما انتظار داشتیم بیاد که یک موج شارپ هست و بعد یک موج ای و از اونجا ما وارد یک حرکت جدید بشیم که تا حدود 100-120 هزار دلار 110-120 هزار دلار میتونست بالا بیاد که این تحلیل هم میشه آخرین تحلیلی که من رو سایت تریدینگ ویو در مورد بیت کوین گذاشتم سال 2023 که جزئیات بیشتری از این حرکت رفتاری منتشر شد، مخصوصا این موج دی که ما میبینیم در این تحلیل نوشته بودم که یا مسیر 1 رو میریم یا 2، شرطش رو هم نوشته بودم اما مسیر 2 رو در واقع بیت کوین آمد و بعد این موج آخر و این موج ای که ما انتظار داشتیم انقدر قیمتی نشد و به صورت زمانی پیش رفت. حالا میخوایم بریم رو شرایط جدیدش و ببینیم که الان این تحلیل به کجا رسیده و آینده بیت کوین چه خواهد. این تحلیل رو هم من در تایم هفتگی خدمت شما ارائه میدم و بیشتر مد نظرم ترندها و حرکت‌های بزرگ و طولانی مدته که ما بدونیم با چه شرایط کلی روی بیت کوین در واقع مواجهیم و باید چه تصمیمی در مورد معامله روی بیت کوین بگیریم. خب این اون ساختاری هست که من روی بیت کوین از سال 2022 و این حوالی قیمتی شناسایی کردم در قالب یک مثلث که ما به این میگیم مثلث خنثی یا مثلث انقباضی با تناوب معکوس که یک سری جزئیات ریزکاری هاش با همدیگه این دو مدل مثلث فرق میکنه، ولی از نظر کلی در این ساختاری که ما اینجا شکل گرفته در بازار، خب این ساختار اصلاحی بوده نسبت به ترند صعودی قبلی. ما یک صعود بلند مدتی در بیت کوین داشتیم و از اینجا من کار دارم به بیت کوین که وارد این فاز اصلاحی شدیم و این فاز اصلاحی فاز در واقع بزرگتر از فازهای اصلاحی قبلی از نظر زمانی و به دنبال ساختار حرکت میگردیم تا ببینیم که چه خواهد شد. در این ساختار ما که ساختار 5 موجی هست، یک سری موجهای ما در جهت روندن که در جهت در واقع روند اصلاحی ما هستند که اینها باشه و یک سری موجها رو ما در خلاف جهت اصلاح داریم که این شاخه ها باشه. موج بی و دی موجهای ذاتاً خلاف روند هستند. درک این نکته به درک آینده این نمودار خیلی به ما کمک میکنه. این حرکتی که ما اینجا در بیت کوین اومدیم بالا، این موج دی ما یه موج خلاف رونده و ساختار ما در این نقطه تمام شده. وقتی یک ساختار در الیوت و نئوویو تمام میشه ما باید شاهد حرکت بعد از اون باشیم که این حرکت از دو حالت خارج نیست در ساختارهای اصلاحی. یکی این که ما وارد حرکتی میشیم که به ما تایید میده که این ساختار تمام شده که ما بهش میگیم پساالگویی، که پساالگویی این رفتار اینه که این خط بی و دی ما در زمانی کمتر از شکلگیری موج ای شکسته بشه که این اتفاق اینجا افتاده و این خط بی دی ما شکسته شده در زمانی کمتر. بعد از اون ما باید ببینیم که آیا خب اینجا ما تایید این رو میگیریم که ساختار ما تمام شد، این ساختار اصلاحی تمام شد. حالا میخوایم ببینیم که بعد از این ساختار اصلاحی آیا وارد حرکت جدیدی از نظر ساختارهای درجه بالاتر شدیم یا نشدیم، چون این خود این مثلثی که ما اینجا شناسایی کردیم، این باکسی که اینجا شکل گرفته، این خودش میتونه
در این خودش قسمتی از یک ساختار دیگه است، مثل یک قسمتی از این موج، مثل همین مثلث بزرگ و ما اینجا هم داریم در این موج سی که میبینیم این موج سی خودش قسمتی شده از یک ساختار بزرگتر و همچنین این ساختار بزرگتری که دوباره شکل گرفته خودش جزء کوچکتری است از یک ساختار بزرگتر و این خاصیت فراکتالی بازارهای مالیه که در روش الیوت و نوویو ما به شدت به این خاصیت فراکتالی پایبندیم و روی این نکته خیلی کار میکنیم و بر همین اساسه که به دنبال ساختارهای بازار میگردیم تا بتونیم حرکات آینده قیمت رو پیش بینی بکنیم. بعد از اینی که ما اینجا اصلاحمون تموم شد و وارد حرکت صعودی شدیم، این حرکت اگر آغاز کننده یک حرکت صعودی جدید و یک ترند صعودی جدید و یک شاخه صعودی جدید می بود، باید منطقاً از حرکت‌های خلاف روندی که در این فاز اصلاحی قبلی ما شکل گرفته قوی‌تر و سریعتر باشه. در این ساختار این موج دی ما، این موج بی و این موج دی که اینجا شکل گرفته، گفتم اینا ذاتاً حرکات خلاف روندند و موج A، C و E حرکات در جهت روند اصلاح و در جهت روند ساختار ما بودن. بعد از این نقطه که ما حرکت صعودی جدیدمون آغاز شده، خب این اگر ترند جدید می بود، این حرکتش میشد آغاز کننده یک روند جدید و ذاتاً و منطقاً باید از حرکات خلاف روند ساختار قبلی خودش قوی‌تر و سریعتر باشه و ما اینجا یک معیار پیدا می‌کنیم که معیار ما اینو من در کلیپ‌های قبلی که از بیت کوین منتشر کردم روی کانال تلگرامم موجوده و این اولین کلیپی است که من روی یوتیوب دارم منتشر می‌کنم. ما در حرکت موج دیمون حتی بخوایم اینجا رو هم مبنا قرار بدیم بازم فرقی نمی‌کنه، یک حرکت در واقع خیلی قوی، ولی اصل حرکت ما اینجاست. یه حرکت 187% در 21 کندل روزانه شکل گرفته که ما حرکتی که اینجا داشتیم از این نقطه هم حتی در نظر بگیریم، این حرکت ما 96% در 14 تا کندل بوده و در 21 کندل نتونسته از این قوی تر و سریع تر باشه. خب حالا که این اتفاق افتاد، ما با چی مواجهیم؟ با اصطلاحاً یک موج حائل، یک موج واسطه که این موج واسطه میاد دو تا ساختار اصلاحی رو با همدیگه وصل میکنه. این حرکت اول ما میشه ساختار اول ما و در ادامه ما باید شاهد دیدن یک ساختاری باشیم از نظر زمانی متناسب با ساختار قبلی که اینجا شکل گرفت و این حرکتی که اینجا داشتیم احتمالاً یه حرکتیه که ما در الیوت بهش میگیم ایکس موجها، موجهای واسطی که به ایکس موج معروفن و ما اینجا یک ایکس موج داشتیم که این حرکت قبلی ما رو میخواد وصل بکنه به یک ساختار حرکتی دیگه و یک اصلاح دیگه که از نظر زمانی حداقل باید 60% زمان این قبلی رو صرف کنه و یا اینکه این حرکت در بزرگترین حالتش میتونه 160% حرکت قبلی ما باشه. ما میرسیم به یک بازه زمانی خیلی خیلی بزرگ بین سالهای 2027 ها سال 2031 و یک بازه 4 ساله به ما میده برای اتمام این چیزی که اینجا شروع خواهد شد و این حداقل حالت ممکنیه که وجود داره. پس از نظر کلی از اینجا به بعد ما روی بیت کوین انتظار نباید داشته باشیم که رالی های قوی شکل بگیره و باید احتمالاً وارد یک فاز اصلاحی دیگه بشیم که با توجه به اینکه فاز قبلی ما یک فاز زمانی بوده، احتمالاً این فاز هم یک فاز زمانی خواهد بود از نظر ساختاری. یعنی یک ساختار زمانی ما داشتیم اینجا، مثلث ها ساختارهایی هستند که زمان رو اصلاح میکنن، قیمتی خیلی تمایل ندارن، ولی یک حرکتی مثل این زیگزاگی که ما اینجا میبینیم این یک حرکت قیمتیه و قیمت در این ساختار قیمت خیلی حرکت میکنه. در ساختار زمانی میبینیم نه، آغاز این روند بیت کوین $60,000 بوده، پایانش هم بیت کوین $60,000 بوده و میبینیم در طول زمان عملا فقط قیمت بالا پایین شده و به همونجا رسیده. ولی این ساختار وسط ما یک ساختار قیمتیه، در آغاز بیت کوین $27,000 بوده و در پایانش $73,000 و بعد از اون هم میبینیم که در واقع قیمت ابتدا و انتهاش خیلی با هم دیگه متفاوته. با توجه به اینکه این یک ساختار قیمتی نبوده و زمانی بوده، ما اینجا احتمال اولمون اینه که ما
اینجا یک ساختار قیمتی دیگه داشته باشیم. ما ساختارهای 3 موجی زمانی داریم، اینجا به اشتباه گفتم قیمتی، ساختارهای 5 موجی زمانی داریم مثل مثلث‌ها، ساختارهای 7 موجی و 9 موجی زمانی هم داریم که میشه دیامتریک ها و سیمتریک ها. خب پس این میشه کلیت حرکت بیت کوین که ما نباید انتظار داشته باشیم که از اینجا وارد یک رالی بزرگ بشیم و احتمالاً وارد یک فاز اصلاحی دیگه خواهیم شد. در نتیجه اگر بخواید در این فاز ترید بکنین بدونید که جهت اصلی این حرکت ما نزولی هست و روند اصلی ما در این حرکت پیش رو نزولی هست و در نتیجه ما باید در واقع بدونیم که حرکات نزولی شارپی در آینده قیمت بیت کوین رخ خواهد داد. این نکته اول. حالا میریم تو جزئیات این ایکس موجه ببینیم این ایکس موج چیست و به کجا خواهد رسید و آیا تمام شده یا نه. خب این ساختار ایکس موج ما از این حوالی شروع شده و یک حرکت صعودی رو آغاز کرده و با توجه به اینکه قیمت رو خیلی حرکت داده به سمت بالا، تقریبا 100% رشد قیمتی داشتیم، احتمالاً ما با یه ساختار قیمتی مواجهیم که این ساختار قیمتی گفتم در الیوت ساختار زیگزاگ هست. در واقع ساختارهای 3 موجی که به صورت ABC لیبل گذاری میشن که این A و C خودشون یک ساختار 5 موجی انگیزشی هستن یا 5 موجی دیاگونال که کسایی که الیوت رو کم آشنایی دارن اولین چیزی که ازش یاد میگیرن همین 5 موجی هاست و ما اینجا احتمالاً ساختار در واقع 3 موجی زیگزاگ داریم که الان در موج سومش هستیم و این موج سوم هم خودش باید یک ساختار 5 موجی داشته باشه که چیزی که من دارم میبینم اینه که احتمالاً این ساختار این هست و موج 1 بوده، 2، 3، الان در موج 4 هستیم که با موج 2 تداخل داشته و در نتیجه این حرکت میشه یک حرکت دیاگونال اصطلاحاً، یه حرکت در واقع متفاوت با انگیزشی ها. ظاهر ساختار اصلاحی به خودش میگیره ولی در ذاتش یه حرکت انگیزشی هست و ما از اینجایی که الان هستیم آخرین صعود بیت کوین رو باید ببینیم و یک صعود دیگه بیت کوین خواهد داشت و بعد از اون باید یک ریزش خیلی شدید رو در قیمت بیت کوین تجربه بکنیم که میشه آغاز کننده این ساختار اصلاحی بعدی ما که هر حرکتی میتونه باشه. اینو من فقط شماتیک کشیدم که زمانی بودنش رو به شما نشون بدم. این میتونه 3 موج، 5 موج، 7 موج یا 9 موج داشته باشه و ابعادش هم میتونه کاملا متفاوت باشه. ما در این روش اصلا به سطوح کار نداریم، فقط به ساختار و توالی حرکات قیمت کار داریم. روش پرایس اکشن به سطوح کار داره که در الیوت در واقع ما همچین چیزی مبتنی بر سطوح رو اصلا نداریم. دیاگونال ها ساختارهایی هستند که بعدش حرکات شدید قیمتی رو میبینیم در خلاف جهتشون و از نظر تئوری اتفاقی که میفته اینه که این ساختار در نصف زمان شکلگیری خودش کاملا برگشت میشه. یعنی اگر این ساختار در 26 کندل هفتگی شکل بگیره در 13 هفته قیمت بیت کوین میرسه به $75,000 و اگر شما اینجا در این سطوح قیمتی بالای $120,000 بالای حدود $120,000 و حتی یکم کمتر روی بیت کوین سل بگیرین احتمالاً یک سود خیلی خیلی خوبی نصیبتون خواهد شد و این حداقل تارگتیه که وجود داره. ما این حرکت رو قبلا هم در بیت کوین دیدیم. اینجا هم ما یک ساختار دیاگونال داشتیم که بر طبق همین در واقع من بیت کوین $30,000 رو پیش بینی کردم که میبینی با 2 تا کندل رسید به $30,000 و این اتفاق اینجا هم میتونه رقم بخوره. پس خلاصه چی میشه؟ خلاصش اینه که اگر هولدر هستین در بازار رمز ارز روی بیت کوین، در صعود آتی بیت کویناتون رو بفروشین و اگر بازار فیوچرز کار میکنین رو حدود $118,000 $119,000 $120,000 به فکر سل باشین روی بیت کوین که یک سود خیلی زیادی رو میتونه بهتون بده و بعد از اون هم تا چندین سال انتظار روندهای بزرگ هر قیمتی در بیت کوین نداشته باشین و احتمالاً ما در واقع تا سال حداقل 2027 شاید فقط درجا زدن و نوسان دادن بیت کوین در روندهای هفتگی باشه. و نکته سوم اینه که برای که ببینیم این حرکت آینده چه خواهد بود و چه ساختاری خواهد داشت باید حداقل 2 تا 3 تا لگش تکمیل بشه تا اونجا ما بتونیم با اطمینان در موردش صحبت بکنیم. آقای نیلی، کسی که نوویو رو پایه نهاد، میگه که در
در واقع دوگانه ها در ساختارهای دوگانه، ما به این ساختار میگیم دوگانه، این اولیشه و یک دومی هم میاد. این دوگانه میتونه حتی یک ساختار قیمتی هم باشه با احتمال کمتر. یعنی منطقاً اینه که چون اولی زمانی بوده، دومی هم زمانی باشه، ولی در مواردی این دومی میتونه قیمتی هم باشه. یعنی بیت کوین حتی میتونه به سطوح خیلی پایینتر هم برسه. و نکته بعدی هم اینه که معمولاً در این ساختار دوم ما این ایکس موج کامل برگشت میشه. یعنی ما باید دوباره برگردیم به زیر قیمت‌های بیت کوین $60,000 مخصوصا در این موج اول، و این میتونه حداقل تارگت بیت کوین بعد از این حرکت صعودی بعدیش باشه و یک زمانی هم باید بهش بدیم. ممنونم، انشالله که این تحلیل مورد توجهتون قرار گرفته باشه و بتونید ازش استفاده بکنید و سود بسازید. ممنونم و خدا نگهدارتون.